با سلام و صد سلام. امروز فکر کنم یک شنبه است. چرا گفتم چهارشنبه؟ امروز یک شنبه است. دخترم الان رفت بیرون با باباش. منم تصمیم گرفتم یه قهوه دم کنم و استراحت کنم. کل تفریح من همین قهوه است. من این روزا شدیداً با دخترم مشغولم. کلا یه شغل 24 ساعته مادری دارم. میبرمش پارک، میارمش، با همین دیگه. بعد الان رفت بیرون، گفتم یه قهوه دم کنم، بشینم یکم استراحت کنم. خب یه آیس لته درست کنم. من قبلا اصلا آیس لته دوست نداشتم، ولی نمیدونم این تابستون دوستش دارم. درستش کنیم، بریم که یکم استراحت کنیم. در حد گروبه ها استراحتم، هم نگین که استراحت زیاد میکنم، نه، همین گروب استراحت میکنم. لیوانم هم یه آب بگیرم، شاید خاک گرفته باشه، شاید میذارمشون بیرون. اینم از این بزنیمش. غذام حاضره، البته برنجم حاضره، خورشتش هم نیمه کار است، میخوام حاضر کنم. اینم از قهوهم. میرم یکم بشینم تو اینستا بگردم ببینم چه میشود. بعد استراحت کوتاه هم میخوام چیز کنم، یکم خونه رو مرتب کنم. البته دیروز مرتب کرده بودم همه جا رو، ولی بازم از صبح که بیدار شدیم با دخترم همه جا رو ترکوندیم دوباره. شیرم بریزم، بعد یخش رو بریزم. البته پر شیره باید قاطیش کنم کمی، پر تویناش نمیدونم روش نوشته که ته نشین نشن. اینم از این بریزمش. باه 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 باه. راست میگه. بریم یخاشم بریزیم. یه مادر بچهش میره بیرون چیکار میکنه؟ آفرین، خونه رو میسابه تا وقتی بچهش اومد بشینن از تمیزی خونه لذت ببرن. باریکلا. بریم که خونه رو بسابیم. آفرین. هر وقت ذره احساس کردین حالتون خوب نیست، پاشین خونتون رو بسابین. آنچنان انرژی بهتون میده که تا 2 روز 3 روز. ببینین بچه‌ها، اسماج، آره فکر کنم اسمش اسماجه. من 3 سال پیش نه 4 سال این از شمال گرفتم. خیلی قشنگه، دود میکنم، بوشم خیلی خوبه. ببینم بازم میگیرم. حیفم میاد، یکیشو دود کردم تموم شد، اینو حیفم میاد. انصافا خیلی خوشگله، دوباره میگیرم. سوز منو ببینید، خیلی خوشگله. یه بار که روش عود روشن کردم حتما بهتون نشون میدم. خیلی قشنگه. اینجوری بذاریم اینا اینجا با هم باشن. البته اگه دخترم اینا رو از اینجا بر نداره، برم بشورم، کثیفه. بعد براش گل طبیعی هم میگیرم، گل طبیعی رو بذارم توش، این روی جا کفشیم خوشگل تر دیده بشه، کلا چیزای سبز مبز باشه. بریم که با هم یک کوکی نخود خیلی خوشمزه درست کنیم. طرز پختش اینجوریه که اول نخودا رو میریزیم، بعد بهش کره بادوم زمینی اضافه میکنیم یا هر کره بادومی که دارین. بعد بهش عسل، وانیل و بیکینگ پودر اضافه میکنیم، بعد کمی دارچین. بعد میریزیمش تو غذاساز، بلندش میکنیم. یه بافت شبیه خمیر طور به همون میده. این خمیرها رو ما گلوله گلوله میکنیم،
بعدش کاغذ روغنی رو پهن میکنیم و میذاریم روی کاغذ روغنی و میذاریم تو فر از قبل گرم شده دمای 185 و همچین کوکی‌های قشنگ و خوشمزه ای رو به ما تحویل میده، بدون شکر، بدون آرد و بدون گلوتن. سلام، دارم باشگاه. آینه رو نمیتونم تنظیم کنم، نمیدونم چرا، دیرم هم شده. بزن که بریم. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? من شام دخترم هم حاضر کردم، دارم میرم سمت خونه مادر شوهر. همسر من بیاد دخترم رو بیاره، شامشو بخوره، همین دیگه. بعد ببینیم چی میشه. تک تک. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you. سلام از روز چهارشنبه. با بی‌حوصلگی تمام بریم نهار درست کنیم. اصلا حوصله نهار درست کردن ندارم. نمکشو بزنم. نمک کو، نمک کو، نمک کو. نمک کجایی؟ نمک اینجاست. همیشه به مرغاتون نمک خیلی خیلی فراوون اضافه کنید. نمک کلا مرغ خیلی لذیذ میکنه. احتمالاً الان فراوون نشد. روغنش هم اضافه کنیم. تا 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 تا. با پیاز فراوان. پیازم بزنیم. بعد برنجم هم بزنیم میکنم. برم دوباره بیفتم به جون خونه. خونه رو تمیز کنم. بزن بذاریم که بعد زعفرونشو میزنیم. فرونم الان من با یخ درست میکنم. زعفرونو خیلی رنگشو خوب پس میده. برم بر خودم یه نم چای خوشمزه بریزم، برم یه ناهنگ گوش بدم، حوصلم باز بشه، پاشم خونه رو مرتب کنم.